آخوند قزوینی و قطع و برید کلام ابن کثیر در مورد اسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه. امام ابن کثیر رحمه الله در البدایه و النهایه روایت‌های مختلفی را در مورد اسلام ابوبکر رضی الله عنه ذکر می‌کند. من جمله روایت‌های صحیحی که دلالت بر این دارد که ایشان اولین مردی بودند که مسلمان شده‌اند و در میان این روایت‌ها به روایتی منکر و ضعیف اشاره می‌نماید که در آن ذکر شده که ابوبکر رضی الله عنه بعد از 50 نفر مسلمان شده است و پس از آن میگوید سند و متن این روایت منکر میباشد، یعنی ضعیف و غیر قابل استناد است. ولی این آخوند بی‌حیا سخن امام ابن کثیر را قیچی نموده و وانمود میکند ابن کثیر این روایت را قبول داشته و با صراحت اعلام کرده که ابوبکر پس از 50 نفر مسلمان شده است. با هم این کلیپ را ببینیم. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه شون جلد 3 صفحه 39 به صراحت میگه بر اینکه محمد ابن سعد ابن ابی وقاص سوال میکنن آیا جناب ابوبکر اولین مسلمان بوده؟ میگه نه، ولقد اسلم قبله اکثر من 50 بیش از 50 نفر قبل از جناب ابوبکر اسلام آورده بودند. فأما ما رواه ابن جرير قائلا أخبرنا ابن حميد حدثنا كنانة بن حبلة عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي أكان أبو بكر أولكم إسلاما؟ قال لا، ولقد أسلم قبله أكثر من 50 ولكن كان أفضلنا إسلاما، فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. اما روایتی که ابن جریر نقل می کند با سندش از محمد ابن سعد ابن ابی وقاص که به پدرم گفتم آیا ابوبکر اولین شما بود که مسلمان شد؟ فرمود خیر، قبل از او 50 نفر مسلمان شدند ولی اسلام او از دیگران بهتر بود و این روایت سند و متنش منکر می باشد. بینندگان محترم، متوجه شدید که این آخوند مکار چگونه روایتی را که امام ابن کثیر سند و متنش را منکر دانسته به امام نسبت می دهد و وانمود می کند که امام ابن کثیر رحمه الله چنین اعتقادی داشته‌اند. معین کنند که این آقایان در کدام استبل درس خواندند.